بسم الله الرحمن الرحیم. خب بازی واقعا چمن یه استادیوم نمونه است تو فوتبال و من اول یادمه که بگم که اومدم تو استانی که استان مثل قلبم دوست دارم، اومدن که نسبت مردمش اینقدر به هم محبت کردم، نسبت به هم دیگه اینقدر خوب بودیم و من اینجا کیف میکردم کار میکردم تو کرمان. واقعا یکی از خاطرات خیلی خوبم تو تیمایی که واقعا توش خاطره دارم مثل کرمانه. حتی همسرم اینجا عاشق کرمان بود که گفت که من اینجا واقعا برای زندگی و خیلی آرامش داریم و خیلی جای خیلی خوبی و خوشحالم که من دوباره با کرمانیا برای بازی خیلی خوبی بود. تیممون امروز 5-6 یار اصلیمون نبودن و بازی بازی طرفه بود. ما واسه 4-5 گل می‌زدیم و تیم مثل لوبیان تیم خوبی بود. ما تیمو بستیم که برای قهرمانی من اینجا این تعهد این قول میدم اگر واقعا مسئولین استان باید کمک کنم به تیم. من میدونم که کمک خواهند کرد، من میدونم که مردم اون شهر واقعا فوتبال دوست دارن. ما تماشاگرایی داریم که اصلا عاشق این تیمن، اصلا برای این تیم میمیرن، واقعا حاضرن تمام زندگیشون به این تیم بدن. اینقدر نگران این تیم هستن که من فقط نگرانیم تماشاگرایی که این تیم به این تیم علاقه دارن، برای اونا نگرانم که اونا واقعا صدامون در نمیاد. ما اونا رو خوشحال کنیم، تیم بیاد بالا، باعث خوشحالی مردم بشه، مردم گیرمون بشیم. یکی از آرزوهامه که آخرای فوتبالم دوست دارم که گفتم که این تیم بریم لیگ یک و لیگ برتر دیگه فوتبال خداحافظی کنیم. توپ سر گل بود. ما بازشناسی چیز نداریم که بیاد داور دوباره ببینه بازی رو. در واقع ما تو همون شرایط بازی 5-6 نکات 100% داشتیم. ما می‌زدیم بازی رو. ولی جوان خیلی خطرناک، داور امنیت نیست. داور هم داور بدی نبود تا اون موقع که اتفاق نیفتاد، ولی من خدا خیلی تحت فشار بود. ما بهش حمله می‌کردیم، هم اونا. در واقع خیلی سخته. حتما باید کنترل قوی‌تر باشه. بازی اول بود. حتما باید کنترل قوی‌تر باشه. حتما باید بازی‌ها کنترل‌تر بشه. داورا این مثلا داور بدی نبود. داور جوونیه، تازه اومد تو کار. با داورا رو تو بازی‌های سخت داورای با تجربه‌تر بیارن که اتفاق نیفته. من مطمئنم که تیممون راجع تیم خودمون تیم خیلی خوبی داریم. مطمئنم که موفق خواهیم شد. امضا خوب بازی کردیم، خدا رو شکر. یکی از دوستان واقعا دوست داشتنی اون موقعی که محروم شده بود من گفتم که این محروم بشه نبخشن من نمیام. در واقع اینقدر براش پایداری کردیم. گفتم این آینده فوتبال این شهر دوست صمیمیه. این مثلا بهتاش و بهزاد میمونه. واقعا سرین قلب دوستش دارم. من مطمئنم که تیم مثل کرمان توی الان بازی که دیروز کرده بود با فولاد، من مطمئنم که تیمش توی دهم، نهم، هشتم خواهد موند. تیم خیلی خوبی داره. مردم کرمان واقعا چندین سال تیم لیگ برتر نداشتن. من مطمئنم که ان شاءالله موفق خواهد شد.